بیایم با هم بریم خرید. اول از همه با قسمت پنیرها و ترشی‌ها شروع می‌کنیم. خیلی رنگای قشنگی دارن. من یکم ترشی هندی، زیتون اسلایسی، پنیر پارمزان، پنیر کبابی، پنیر بوترکیزه برداشتم. یکم آویشن و سوماق. البته پنیر کوزه و بیکینگ پودرم قبلا برداشته بودم. 2 ظرف سمنو هم برداشتم. یه دوری تو قسمت نون و شیرینی زدیم. یه بسته نون ساندویچی. و اونجا دیدیم که یه نفر رو داشتن که نون رو تازه داره درست میکنه. گفتیم که حتما باید اینو امتحان کنیم. یه مقدار منتظر موندیم، تماشا کردیم تا نونمون آماده شد. بعد از اون 2 تا قالب یخ برداشتم و دیگه رفتیم که حساب کنیم. مدلش سلف چک اوت بود، خودتون باید اسکن میکردیم بارکودا رو و همین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین چنل منو سابسکرایب کنین. مرسی که نگاه کردین.